أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب ما یباح من الغیبة، یعنی باب در مسئله آن انواع غیبتی که مباح و درست و روا می باشند. امام نووی رحمه الله در زیر این انواع غیبت درست و جایز اولا برای ما و شما 6 سببی که غیبت را درست میگرداند، اولا این 6 سبب را بیان میکند و بعد از آن میگذرد به قسمی حدیث ها و دلایل این گفتارش. امام نووی رحمه الله میگوید: اعلم ان الغیبة تباح لغرض صحیح شرعی لا يمكن الوصول الیه الا بها. یعنی که اعلم ان الغیبة، میگه بدان که هر آینه غیبت کردن تباح لغرض صحیح شرعی، یعنی مباح و جایز میگردد با هدف صحیحی که شرعی باشد، یعنی با مقصدهای درست و با مقصد درستی که آن مقصد همچنین باید شرعی باشد. جایز است که غیبت کرده شود و همچنین میگوید لا یمکن الوصول الیه الا بها، یعنی امکان پذیر نباشد برای دست یافتن به آن کار، به آن مقصد و به آن هدف الا بها، مگر به واسطه غیبت کردن. در این صورت میگوید غیبت کردن جایز میگردد، یعنی که یک مقصد و مرام و هدف صحیح شرعی که هست باید غیبت بکنی تا اینکه به آن برسی، باید غیبت بکنی تا اینکه آن را به دست بیاری. در این صورت میگوید جایز و درست میگردد غیبت کردن. اما اگر بدون غیبت کردن توانایی به دست یافتن اون کار را داشته باشیم، پس غیبت کردن ناجایز میگردد. و هو بستة اسباب. امام نووی رحمه الله میگوید این 6 سبب دارد، یعنی که انواع غیبت مباح 6 نمود یا با 6 سبب غیبت مباح میگردد. الاول، اولین سببی که غیبت را مباح میگرداند التظلم، یعنی تظلم هست، دادخواهی است، شکایت بردن نزد قاضی یا نزد مسئولین هست یا نزد بزرگانی هست که شکایت میبری تا اینکه ظلم ظالم را یا حق تو را از ظالم گرفته به دستت بدهند. در این صورت غیبت کردن جایز و درست است. امام نووی رحمه الله میگوید فیجوز للمظلوم، یعنی جایز است برای انسان مظلوم ان یتظلم الی السلطان والقاضی، یعنی جایز است برای انسان ستم دیده، برای انسانی که در ظلم هست، ان یتظلم، این که شکایت ببرد، دادخواهی بکند نزد سلطان یا در نزد قاضی و غیرهما، و غیر سلطان و قاضی ممن له ولایتون، از جمله کسانی که آنها سرپرستی امور دولت را دارند، یعنی کسانی که در دولت هستند اونها سرپرستی یا اونها مسئول حل کردن مشکلات مردم هستند، پس میتونه که شکایت بری نزد همون مسئولان. او قدرت علی انصافه
من ظالمه، یا میگوید اون انسان قدرت و توانایی دارد علی انصافه، یعنی بر عدالت، من ظالمه یعنی از ظالم، از اون ظالمی که این مظلوم را، این ستم دیده را، حقش را گرفته است. هر کسی که توانایی حقت را از اون گرفته به دست دادن دارد، پس تو میتوانی نزد اون کس بروی و شکایت بکنی و این ظالم را در نزد اون حالش بیان کنی. این غیبت نمی شود. مثلا فیقولو، مثلا میگوید که ظلمنی فلان بکذا، یعنی ظلم و ستم کرد فلان کس به من، مثلا به فلان فلان کارها، فلان فلان کارها را در حق من کرد، گفته در نزد اون پادشاه یا در نزد قاضی یا در نزد مسئول یا در نزد کسی که قدرت دارد از اون ظالم حق تو را گرفته به دستت بدهد، برده شکایت بکنی، این غیبت نمی باشد، بلکه این دادخواهی است. این را شریعت، این را اسلام اجازت می دهد. پس اولین سببی که غیبت را مباح میگرداند این دادخواهی بوده است. امام نووی رحمه الله بعد از این میگوید الثانی، یعنی دومین سببی که غیبت را مباح میگرداند، الاستعانة على تغییر المنکر و رد العاصی الى الصواب، یعنی که کمک گرفتن برای تغییر دادن منکر، یعنی برای تغییر دادن کارهای زشت، و رد العاصی و بازگرداندن گناهگار الی الصواب، یعنی برای راست و برای درست. یعنی کمک بگیری، کمک بخواهی برای تغییر دادن کار زشت و همچنین اون گناهگار را بازگردانی برای حق. این هم جایز و درست است که تو درباره اون انسان گناهگار و درباره اون انسانی که کارهای زشت میکند رفته در نزد کسی که میتواند اون انسان را از این کارهای زشت بازگرداند شکایت ببری. مثلا یک کارگر یا مثلا یک انسان را فرزندش یک کاری بدی میکند، گپی تو را نمیگیرد، فقط گپی پدرش را یا فقط از پدرش میترسد، پس تو میتوانی که اون فرزند را رفته در نزد پدرش حالش بیان بکنی. این غیبت نمیشود، زیرا اینکه مقصدی تو کمک گرفتن برای تغییر دادن کار زشت و اون انسان گناهگار را برای درست بازگرداندن هست. پس در این صورت این غیبت نیست، جایز و درست است که این کار را بکنی. یا یک کارگر حکومت یگان کار میکند، یا یک انسان، یک مسئول یک کارخانه یگان کارهای زشت میکند، کارهای نادرست میکند، به آنهایی که از بالای این هستند بر رئیسهایشان رساندن جایز و درست است که از زیر دستانشان شکایت بری که این زیر دستت فلان کار زشت را میکند یا فلان کارهای نامحقول را میکند. این غیبت نمی باشد، بلکه این جایز و درست می باشد. فیقولو، مثلا میگوید که لمن یرجو قدرته علی ازالت المنکری، یعنی که حتما برای کسی که امید دارد با قدرتش آن انسان میتواند این کار زشت را از بین ببرد، یعنی در پیش هر کسی دیگر در شبکه‌های اینترنتی برآمده اون رو اعلان نمیکنی، بگویی که من مقصدم از بین بردن این کارهای بد است و آن انسانها را برای درست میخواهم بازگردانم. نه، این طور نه. لمن یرجو، یعنی که فقط برای کسی که امید دارد که قدرته علی ازالت المنکری، یعنی با قدرتش آن انسان میتواند این منکر را از بین ببرد، این منکر را نیست کند. فقط در پیش انا همون میتوانی برده شکایت کنی. مثلا فرزندی که از پدرش تنها میترسد، نزد پدرش میروی، میدانی که پدرش
قدرت دارد، توانایی دارد که فرزندش را از اون کار زشت و بد بازگرداند، پس نزد پدرش میروی. یا همون مسئول و کارگر کارخانه و کارگری که رئیسش در بالا این قدرت دارد، میتواند که این را تنبیه بدهد، میتواند که این را راهنمایی کند، یعنی قدرت داشته باشد برای کار زشت این را از بین بردن، در این صورت میتوانی که نزد اون برده شکایت بکنی. اگر که قدرت نداشته باشد نزد هر کس رفته گفتن بگیری، این غیبت است، این حرام است، این جایز و درست نمی باشد. مثلا میگوید نزد کسی که قدرتش تواناییش میرسد برای از بین بردن آن کار زشت، نزدش میراد میگوید که فلان یعمل کذا، یعنی فلان انسان فلان کار را میکند، فزجره عنه، یعنی پس توبیخش بکن، پس منعش بکن از همون کارش، و نحو ذلك، و با مانند همین مثلا کمبودی ها این انسان رو میرود در نزد اون میگوید. لیکن میگه و یکون مقصوده التوسل الى ازاله المنکری، لیکن میگه مقصودش، قصد و مرام و نیت و هدف این انسانی رساننده التوسل الى ازاله المنکری باشد، یعنی رسیدن به از بین بردن کار زشت باشد، مقصدش این باشد که آن کار زشت رو از بین ببرد. فإن لم یقصد ذلك کان حراما، اگر مقصدش از بین بردن کار زشت نباشد، یعنی پس زدن اون انسان باشد، یا اون انسان را غیبت کردن و در پیش چشم دیگران سیاه کردن باشد، در این صورت میگه اون حرام است، جایز نیست که این انسان این کار را بکند. یا به غرض دیگر، به مقصد دیگر، مثلا وظیفه‌اش گرفتنی است، میخواهد در نزد رئیسش و در نزد مردم اون را سیاه بکند، پس از نام اون گپ میزند، درباره اون گپ میزند، این حرام است، این غیبت است و این جایز نمی باشد طبق فرموده الله و رسول. پس این بود دومین سبب و دومین حالتی که غیبت کردن جایز و درست میگردد، یعنی کمک گرفتن برای تغییر دادن کار زشت، اما مقصدت همچنین از بین بردن اون کار زشت باشد و اون انسان گناهگار را برای درست راهنمایی کردن و بازگرداندن باشد. پس درست و جایز میگردد غیبت کردن. این هست دومین سبب و حالتی که غیبت را مباح میگرداند. امام نووی رحمه الله بعد از این میگوید الثالث، یعنی سومین حالتی که غیبت را مباح میگرداند، الاستفتاء، یعنی فتوا خواستن است. یک انسان میخواهد فتوا بگیرد از یک اهل علم، پس میتواند در حالت فتوا گرفتنش حالتی کسی را بیان بکند، اون حالت را بیان بکند، این غیبت نمی شود. مثلا فیقول للمفتی، مثلا میگوید این انسان فتوا خواه، فتوا گیرنده برای مفتی، برای فتوا دهنده، برای اون اهل علم، برای اون عالم یا برای مفتیات میرود و میگوید ظلمنی ابی او اخی او زوجی او فلان بکذا، میگوید که ستم و ظلم کرده مرا پدرم، مثلا، یا که میگوید برادرم، یا مثلا میگوید همسرم، یا فلان کس، گفته نام همون انسان رو میگوید بکذا، یعنی فلان فلان کار را در حق من کرد، فلان فلان ظلم ها را در حق من روا دید، میگوید فهل له ذالک، مثلا این قاضی را، این مفتی را، این اهل علم را میپرسد که فهل له ذالک، یعنی آیا که اون انسان حق این کار کردن را داشت، یعنی آیا اون انسان حق داشت که بالای من این کار را بکند، این طور میگوید سوال میدهد. و ما طریقی فی الخلاص منه، و همچنین سوال میدهد که چه راه دارم من برای رهایی یابی، برای خلاص شدن از شر و از بدی اون انسان، از ظلم اون انسان، من چی طور میتونم که خلاص بخورم و رهایی یابم. و تحصیل حقی، یا میگوید من چطور به حقم برسم و حقم به دست بیارم. و دفع ظلمی، یا مثلا میگوید چطور من ظلم اون انسان را
از خودم دور کنم، چیکار کنم که ظلمش دیگر بالای من نآید. و نحو ذالک، مانند این سخن ها را میگوید، یعنی که میرود نزد مفتی، نزد عالم، نزد داملا، نزد حضرت، این طور سوال میکند. این انسان سوال دهنده این در قسم غیبت نمی درآید. مثلا پدرش ظلمش کردگی باشد، یا برادرش، یا شوهرش، یا زن را شوهرش ظلم کردگی باشد، پس میتواند این طور برود برای فتواگیری شکایت کند. این در قسم غیبت نمی درآید. فهذا جائز للحاجتی، امام نووی رحمه الله میگوید پس این جایز و درست است برای ضرورت حیات زندگی به همین تقاضا میکند و همین را طلب میکند. زیرا اینکه اگر این را منع کنند، بسیار کسا شاید در خاندانشان ظلم و ستم ببینند. پس شریعت این را اجازت میدهد تا اینکه انسانیت ظلم ستم بالایش نآید. ولكن الاحوط والافضل ان يقول، ولكن میگه برای این انسان فتواخواه افضل و با احتیاط نزدیکتر همین است که بگوید ما تقولو، یعنی چی میگویی، فی رجل او شخص او زوج کان من امره کذا، یعنی چی میگویی درباره مرد یا درباره شخص یا درباره شوهری که کان من امره کذا، یعنی فلان فلان کارها رو میکند، ظلمشان بیان کند، یعنی نامش نگیرد که پدرش است یا که شوهرش است یا برادرش است، بلکه مطلق ذکرش کند، بگد که مرد یا شخص یا شوهر این کار را میکند، چی است حکمش؟ فإنه يحصل به الغرض من غیر تعیین، پس در این صورت میگه اون انسان به دست میارد هدف و مقصد و مرامش را من غیر تعیین، بدون آنه که ذکر نام شود، یعنی ذکر نام نشده اون انسان میگه به مقصدش میرسد. و مع ذلك، و با وجود این میگه فتعیین جائزون، پس میگه ذکر نام کردن درست و جایز است، کما سنذکره فی حدیث هند ان شاء الله تعالی، دلیل این را میگه در حدیث هند ذکر خواهیم کرد، یعنی که بعد از 6 حالت رو آوردن امام نووی رحمه الله دلایلش را میآورد. پس در حدیث هند میگوید ما این قول را، یعنی نام بردن را، دلیلش را میاریم که حتی نام هم ببری جایز و درست است، اما اگر که نام نبری این افضل و خوبتر و با احتیاط نزدیکتر می باشد که نام نبرده سوالش را بدهد آن مرد یا آن زن و جوابش را بگیرد، این جایز و درست می باشد. این بود سومین حالتی که غیبت را مباح می گرداند، یعنی که فتوا خواستن در نزد عالم یا در نزد مسئولی که اون مسئله را حل می کند. پس نام اون انسان ظالم یا اون کسی که در حق تو چی کارهای ظلم و ستم کردگی هست بیانش کردی، این غیبت نمی باشد، این جایز و درست است. این بود سومین. و چهارمین امام نووی رحمه الله میگوید الرابع، یعنی که چهارمین حالتی که غیبت کردن درست است، میگوید که تحذیر المسلمین من الشر و نصحهم و ذلك من وجوه. چهارمین حالت یعنی که تحذیر المسلمین من الشر، یعنی که برحذر داشتن مسلمان ها از بدی شخص، از بدی گروه خبردار که شدی، پس جایز است که مسلمان ها را برحذر داری، مسلمان ها را آگاه کنی که فلان شخص فلان گروه چی بدی ها دارد. و نصحهم، و همچنین جایز و درست است که نصیحت بکنی، یعنی از روی نصیحت باشد و خیرخواهی باشد، از روی نصیحت و خیرخواهی یک انسان را نصیحت بکنی که فلان فلان کارها، یعنی که در زیر حالا بیان میکند که چی طور یک انسان را تو نصیحت میکنی، خیرخواهی میکنی، چی طور باید بیان کنی بدی اون انسان را، اون شخص را. و ذلك من وجوه، یعنی این چند وجه دارد، چندین راه ها هست. پس امام نووی رحمه الله آن وجه ها و آن راه ها را بیان کرده، میگوید منها، یکی از همون راه ها میگوید همین است که
جرح المجروحین من الروات و شهودی، یعنی که جرح کردنی معیوبینه که از راویه و از شاهدها هست. مثلا در روایت حدیث میخوانیم که فلان راوی دروغگو بود، فلان راوی خیانتکار بود، فلان راوی فلان عیب و کمبودی را داشت. این جایز و درست است، بوکه ندارد، این جایز و درست می باشد. و شهودی، یا در مسئله شاهد، مثلا یک انسان را شاهد می آورد، میگیم که نه، ما شهادتی اون را قبول نمی کنیم زیرا که اون انسان فلان فلان کمبودی ها را دارد. در این صورت هم درست است. یعنی جرح کردن مجروحین چی از راویا باشد، چی از راویای حدیث و چی از شهود یعنی شاهدها باشد. شاهد هم صفاتاش نگاه میکنیم، اگر مطابق به شریعت باشد بعد قبول میکنیم، اگر نباشد میتونیم ردش کنیم، این غیبت نمی باشد. میگه و ذالک جائز باجماع المسلمین، و این کار میگه جایز است با اجماع مسلمانان. بل واجب للحاجتی، بلکه واجب است برای ضرورت و برای نیازمندی. یعنی اگر که ما راوی ها را حالشان را بیان نکنیم، بسیار حدیث های ضعیف و بسیار حدیث های در حق پیغمبر صلی الله علیه وسلم تهمت و دروغ را می بافند و برای مردم تقدیم میکنند. پس ما باید راوی ها را بشناسیم و بیان کنیم و کدامش که کمبودی دارد کمبودیش را بیان کردیم، این غیبت نمی شود. یا همچنین شاهد ها را، یعنی هر کس را ما شهادت چه قبول بکنیم، در این صورت چقدر حرامخوری و چقدر فساد می شود در بالای زمین. اما هر کس را شهادتش قبول نمی کنیم اگر که کمبودی داشته باشد، با سبب بیان کردن آن کمبودیش آن انسان را شهادتیش را گواهیش را رد می کنیم، زیرا که این هم واجب است هم ضرورت و احتیاجات هست. اگر این کار نشود پس فساد زیادتر و بدتر می شود. این یکمین حالتی که در زیر چهارمین سبب مباح گشتن غیبت امام نووی رحمه الله بیان کردن. بعد از این میگه و منها، یعنی باز بعضی از همین حالت ها، المشاورت فی مصاهرت انسان، یعنی که مشورت گرفتن درباره خویشاوندی، درباره ازدواج کردن انسانه. مثلا دختر یک انسان را میخواهی ازدواج بکنی، از دنبال اون جستجو میکنی برای مصاهره، یعنی برای ازدواج کردن، برای خویشاوندی، یا دخترت را میخوای برای کسی بدهی، از دنبال اون داماد جستجو میکنی. این کافت و کاف کردن و تو درباره اون معلومات پیدا کردنی تو در قسم غیبت نمیدراید. او مشارکتی، یا در مسئله شریک قرار دادن، مثلا دو انسان میخوان شریکی کار بکنن و از دنبال یک دیگر جستجو بکنن آیا اینها صادق هستن یا نه، در این صورت هم غیبت در نمیدراید. یعنی که درباره شریک خودش، درباره امره خودش جستجو کردن در قسم غیبت نمیدراید. او ایداعه، یا ودیعه گذاشتنش، یعنی امانت گذاشتن. مثلا میخوای یک چیز رو در دست یک کس امانت بدهی، پیش از او اول اون انسان را دربارش تحقیقات میگذرانی که آیا اون انسان امانتدار هست یا نه. بعد از جستجو کردنت، پیدا کردنت، بعد امانت میگذاری یا نمیگذاری. اما انا همین کاری که جستجو میکنی این در قسم غیبت نمیدراید. او معاملته، یا معامله کردن در یگان کار، داد و گریف قطیش کردنی هستی، بغیر ذالک، بغیر این، و مجاورته، یعنی به همسایگری. مثلا یه جای خانه خریدنی هستی، میخوای همسایه‌ات رو اولا ببینی که همسایه‌ها چی طور انسان ها هستن، آدمای خوب هستن، آدمای گنده هستن، درباره اونها معلومات جمع میکنی. اینها در قسم غیبت نمیدرایند. پس امام نووی رحمه الله میگوید و یجب علی المشاوری، یعنی واجب است برای انسانی که از اون مشورت میگیرن. مثلا تو همسایه دختر هستی، از تو میآید اون بچه‌دار معلومات میگیرد، یا همسایه بچه هستی، اون کسی که میخواد دخترش رو به این بتیاد میاد از تو معلومات میگیرد که همین بچه چی طور بچه است، یا که در نزدش امانت گذاشته است، همین خانه را خریدن است، میپرسد که همسایه همین خانه چی طور انسان ها هستند. میگه که و یجب علی المشاوره، پس واجب است برای همون کسی که
اون انسان نزد این آمده است میخواد درباره همون چیز معلومات بگیرد. الله یخفی حاله، میگه پنهان نکند باید حال اون انسان را. یعنی که نزد مشورتگیری میآیند، برای تو واجب است که پنهان نکنی. بل یذکر المساوئه التي فیه بنیت النصیحتی، بلکه میگه باید هر کار زیسته که اون انسان داشت اون را بیان بکند و چی افعال زیشت دارد یا عملهای زیشت دارد یا کارهای زیشته که دارد اون انسان، اون را میگه باید بگویی به نیت نصیحتی، به نیت نصیحت کردن، به نیت راهنمایی کردن و به نیت خیرخواهی میگوید. این را گفتند جایز و درست میباشد، یعنی که در قسم غیبت نمیدراید. مثلا یک از همسایگری شما خانه میخواهد بخرد، وقتی میاد از شما درباره همسایه ها که میپرسد شما باید راستش رو بگویید، واجب است در گردنتان راستش رو گفتن. یا کدام همسایه دخترتون رو کسی میخواهد به کلینی ببرد ازدواج بکند، پس برای شما از شما آمده پرسیدن، براتون واجب است که حقیقت رو درباره اون بگویید. یا داماد شدنی هست، از طرف دختر میآید نزد شما میپرسد که این بچه چی طور بچه است و در گردن شما واجب است که راستش را بگویید و پنهانکاری نکنید. این همچنین از بعضی حالتایی که تحذیر مسلمان ها یا از روی نصیحت و خیرخواهی گفتنش جایز و درست است، در قسم غیبت نمیدراید. بعد از این میگوید و منها، بعضی از این حالتایی که میگوید باز در قسم غیبت نمیدراید، اذا رأى متفقها، امام نووی رحمه الله میگوید هرگاهی که دید انسان دانشجوی را، متفقه انسانی که دانشجو است، طالب علم را دید، یتردد الی مبتدع او فاسق، یعنی رفت و آمد دارد با یک انسان اهل بدعت یا با یک انسان فاسق، یعنی یک طالب علم را دید یا یک انسان را دید که با یک انسان فاسق و مبتدع و بدعتکار و گمراه رفت و آمد دارد، یأخذ عنه العلم، مثلا از اون فاسق و از اون مبتدع علم میگیرد، و خاف ان یتضرر المتفقه بذلك، پس میگه این انسان ترسید که اون این طالب علم ضرر میبیند به سبب رفت و آمد و به سبب این علمی که از این انسان مبتدع، از این انسان فاسق میگیرد، فعلیه، پس برای این انسان میگوید، این انسانی که دیده ایستاده است، فعلیه نصیحته، پس واجب است برای همین انسان میگوید که اون طالب علم را نصیحت بکند، بی بیان حاله، یعنی حال اون مبتدع را، حال اون بدعتکار را یا حال اون انسان فاسق را بیان بکند، بشرط ان یقصد نصیحته، اما مقصد و مرامش نصیحت باشد، نه اینکه بخیلی، نه اینکه حسد، بلکه مقصد و مرامش نصیحت باشد. میگه و هذا مما یغلط فیه، و این قسم میگه از جمله حالتایی است که اشتباه روی میدهد، غلط کرده میشود در این قسم. یعنی بسیار مردم از روی حسد، از روی بدبینی، از روی بخیلی طالب علم های دیگر، دانشجویان را، اهل علم را میخواهند از نزدشان دور کند. برام خاطر میگه این مسئله خیلی مسئله نازک است، خیلی مسئله نازک میباشد، از این حساب اشتباه میگه در این روی دادنش امکانیت دارد. و قد یحمل المتکلم بذلك الحسد، و گاه میگه میرساند انسان گوینده را به این حسدش، یعنی حسد دارد، انسان بخیل است، از بخیلیش استاد طالب علم را در نزد شاگردانش سیاه میکند. و یلبس شیطان علیه ذلك، و میپندارد یا جلوه میدهد شیطان بر این انسان انا همین کار را، یعنی که جلوه میدهد شیطان در نزدش، بگیم وسواسش میکند، این انسان میرود در نزد شاگردای اون استادشان را تنقید میکند، و اما اصلا میبینی استادش نه مبتدی است و نه فاسق، یعنی که مبتدی و فاسق نیست اما تهمت در حق استاد اینها میکند. شیطان این را میگه جلوه میدهد. و یخیل الیه انه نصیحة، و با خیالش می آید که گویا که این نصیحت است، یعنی همچون نصیحت فکرش میکند،
همچون نصیحت خیال میکند خیرخواهی است، میگوید اما این از حسد است و از جلوه دادن شیطان این حالت را برای اون انسان است. فلیفطن لذلك. امام نووی رحمه الله میگه پس باید هوشیار بود با این کار. یعنی در این مسئله انسان باید بسیار هوشیار باشد. یعنی که بسیار از کسانی هستند که از بخل و بخیلیشان دیگر طالب علم ها را سیاه میکنند، مخصوصا در امروز همین تکفیری های خبیث یا صوفی های گمراه. اهل سنت را، کسانی که در منهج اهل سنت هستند، اینها را با هر طریق سیاه میکنند، از بخیلیشان، از حسدشان، از وسواس شیطان در نفسشان که شیطان در نفس اینها جلوه میدهد که گویا که اینها کار خوب کرده ایستادند. پس از این حساب در این مسئله بسیار متوجه شد. از این طایفه های خبیث نباید سخن قبول کرد و نباید گپ اینها را گرفت. یعنی که چی صوفی های گمراه باشد و چی شیعه ها باشد و چی تکفیری های خبیث باشد، از همه این طایفه ها نباید سخن قبول کرد، زیرا که اینها درباره طالب علم های اهل سنت، درباره کسانی که در منهج اهل سنت هستند، از حسد و از بخیلی سخن میگویند. پس باید در این مسئله باید هوشیار شد. اما یک انسان واقعا دیدی یا تکفیری خبیث را یا شیعی خبیث را یا صوفی گمراه را دیدی، در این صورت درباره اون شاگرداش اگر آگاهی کنی که این استاد شما تکفیری خبیث است یا شیعی خبیث است یا صوفی گمراه است گفته بیان کردی، این در قسم غیبت نمی دراید. و بعد از این امام نووی رحمه الله میگه و منها، و بعضی از حالتهای دیگری که باز در زیر قسم چهارم می آورد، میگوید ان یکون له ولایت لا یقوم بها علی وجهها. یعنی که اون انسان ولایت یعنی مسئولیت داشته باشد، یا کار ده اون انسان مسئولیت دارد، لا یقوم بها، اما رسیدگی به اون مسئولیتش نمی کند، یعنی درست کارش را انجام نمیدهد علی وجهی، یعنی به طور درست و کامل، به طور باید و شاید کارش را انجام نمیدهد. مثلا یک شخص را در یک جا مسئول ماندن، اون انسان کارگر کارش را درست انجام نمیدهد. اما بان لا یکون صالحا لها، یا اینکه میگه اون انسان شایسته این منصب نبود، شایسته این منصب نیست. و اما بان یکون فاسقا، یا اون انسان میگه فاسق است، او مغفلا، یا اون انسان بسیار انسانی کنفهم و غافل و سهلنگار و بی اهمیت است، و نحو ذالک، مانند اینه در مسئولیتیش درست کارش را انجام نمیدهد، بی اهمیت است. در این صورت میگه فیجب ذکر ذالک لمن له علیه ولایتون، یعنی که میگه پس واجب است گفتن این، یعنی این مسئول رو رفته بیان بکند، لمن له علیه ولایتون، در نزد کسی که اون کس بالای این مسئول نفوذ داشته باشد، یعنی بالا ولایت داشته باشد، یعنی که بالای سر این ده باشد، یعنی در نزد رئیسش میتوانی رفته حال این رو بیان بکنی. چرا؟ لیوزیله، تا اینکه از منصب برکنارش کند. یعنی انسان فاسق بوده است، انسان بی اهمیت در وظیفهش بوده است، برای از وظیفه بردنش میتونی در نزد رئیسش رفته شکایت بکنی تا اینکه از وظیفه برکنار بکند. و یولی من یصلح، و یا موظف کند در جای این کسی را که شایسته است، یعنی این را بگیرد و در جایش یک انسان دیگر را بیارد بماند. او یعلم ذلك منه، یا اون رئیسش بداند که این کارگرش همین طور انسان بی اهمیت یا انسان فاسق یا انسان سهلنگار و شایسته این وظیفه نیست. اقل شی، کمترین چیز، همون رئیسش اقلا بداند که این انسان شایسته این وظیفه نیست. لیعامله بمقتضى حاله، تا اینکه معامله بکند با این انسان بمقتضى حاله، یعنی که به مقتضای حالش، به طلبات حالش، یعنی که از حالش خبردار شود، پس معاملش به موافق ارزشی این کارگرش باشد. ولا یغتر به، یعنی که فریب نخورد به سبب این کارگرش، یعنی این کارگرش باز
یعنی که اگر بیخبر ماند رئیس از کارگرش که این کارگرش انسان فاسق و انسان سهلنگار و انسان بی اهمیت باشد، پس فریبی این را میخورد، خیال میکند که این کارگر کارهاش درست انجام داده ایستاده است، فریب میخورد. از این حساب میگوید تا اینکه فریب نخورد رئیسش، برای رئیسش برده رساندن این باک ندارد، در قسم غیبت نمیدراید. و ان یسعى على ان یحثه على الاستقامة او یستبدل به، یا میگد اون رئیسش میگه کوشش میکند که ان یحثه على الاستقامة، این کارگرش را در استقامت و در راه درست راهنمایی کند، تشویقش بکناند. یا رئیس میگه این کارگرش را از کارم سر نکند، هیچ نباشد، راهنماییش میکند با راه درست. او یستبدل به، یا جایگزین کسی دیگر را میآورد، اون رئیسش در جای این یعنی وظیفهش را تغییر میدهد، یک کسی دیگر را میآورد تا اینکه اون کس این وظیفه را درست و سالم انجام بدهد. پس با این مقصد و مرام ها اگر رفته در نزد رئیسش از اون کارگر شکایت کردی، این در قسم غیبت نمیدراید، پس بلکه این جایز و درست می باشد. پس این بود چهارمین حالتی که بر حذر داشتن مسلمان ها از بدی آن کس و نصیحت و خیرخواهیش که در زیر این چند مسئله ها را امام نووی رحمه الله توضیح و بیان گرداندند. این بود چهارمین حالتی که غیبت کردن مباح می گردد. بعد از این میگوید الخامسو، یعنی پنجمین حالتی که غیبت کردن درست است، ان یکون مجاهرا بفسقه، یعنی اون انسان آشکارا و علنی فسق و فسوق و گناه را انجام میدهد. او بدعته، یا بدعتش آشکارا هست، علنی هست، کل مجاهر بشرب الخمر، مثلا یک انسان هست که به طور آشکارا عرق نوش است، پس در نزد دیگرها گفتی فلان انسان عرق نوش است، این در قسم غیبت نمیدراید. یا یک مبتدع را در پیش دیگرها گفتی این انسان مبتدع است، مثلا فلان بدعت ها را انجام میدهد، این در قسم غیبت نمیدراید. یا تکفیری های خبیث را که تمام مسلمان ها را تکفیر میکنند، پس در نزد دیگرها گفتی که این تکفیرهای خبیث، تکفیری های خبیث، اینها سگای دوزخ هستند، چطوری که پیغمبر گفتگی است، و اینها مسلمان ها را تکفیر میکنند، این در قسم غیبت نمیدراید، زیرا که این کارها را اونها آشکارا انجام میدهند. و مصادرت الناس، یا بزور بگیرد مال مردم را، حق مردم را بزور میگیرد. و اخذ المکسی، یا یک انسان مثلا اخذ مکس میکند، یعنی که به دیگرها باج میبندد، دالیه میبندد، مثلا میرود نزد بیچاره و کمبغلان، یا که نزد کسانی که کریشه ندارن، آدم ندارن، اونها را دالیه میبندد، یا مثلا دالیه‌گیری آشکارا هست. در این صورت در نزد دیگرها بگویی که فلان انسان دالیه‌گیر است، باجبند است، حق میبنده در بالای مردم، این در قسم غیبت نمیداره، یعنی که آشکارا این کار را انجام میدهد. و جبایت الاموال ظلما، و مالیات بستن از روی ظلم، یعنی به هیچی میرود مردم را پتن میبندد، مثلا پتن بستن، یا که پتن سپاریدن، یا پتن بالای مردم واجب گرداندن، یا که بسیار چیزهایی هست که اصلا حق سومگیری ندارن اما اون را بسوم کردگی هستن، این همه جبایت الاموال می شود. یعنی مالیات بستن ظلمن هست، یعنی از روی ظلم، اصلا اون حق را نداره که سوم بگیرن اما میگیرن. و تولی الامور الباطلتی، و یا سرپرستی کارهای باطله را میکنن، یا که یک انسان را میدونیم که سرپرستی یک گروه دزدا هست، یا یک گروه انسانهای راهزن را سرپرستیش را میکند، یا یک قمارخانه دارد، یا یک انسان است که جای شراب نوشی دارد که مردم را به شراب نوشی دعوت میکند و مکان دارد، پس اینها هم آشکارا هست. فیجوز ذکره بما یجاهر به، پس میگه جایز است بگوییم درباره اون انسان بما یجاهر به، یعنی همون گناه و معصیت را که آشکارا انجام میدهد، همون کارهایی را که آشکارا انجام میدهد، انا همون کارهاش گفتن جایز و درست است. و یحرم ذکره بغیره من العیوب، یعنی حرام است ذکر کردن و گفتن اون انسان بغیره من العیوب، یعنی غیر کارهای آشکاراش عیباش گفتن، یعنی که مثلا چند کار آشکارا عیبای آشکارا دارد
عیبای آشکارش گفتن در غیبت نمیدراید. اما کارهایی را که با بعضی گناهایی داره که اون را پنهانی انجام میدهد، انا این کارهای پنهانیش را گفتن حرام است، درست نیست. اون حالتش گفتن جایز نمیشه، در قسم غیبت میدراید. میگه الا ان یکون لجوازه سبب آخر مما ذکرناه، مگر اینکه برای اون کارهای پنهانیش بیان کردن، میگه برای جایز بودنش، میگه برای جایز بودن که اون را بگوییم سبب دیگری از سبب‌هایی که ذکر کردیم باشد، یعنی که سبب دیگر باشد، مثلا تظلم باشد، دادخواهی، یا کمک گرفتن برای تغییر دادن کار زیشتش، یا مثلا در حالت فتوا خواستن، یا برحذر داشتن مسلمان ها از بدش، یا خیرخواهی، یا خلاصه اون حالتایی که گفتیم. اگر اون حالتا باشد همچنین جایز است که کارهایی را که پنهانی هم انجام میدهد اون را بگوییم، در این صورت این در غیبت نمیدراید. اما اگر اون سبب ها نباشد، بدون آنه که بگیم این انسان آشکارا عرق نوشی میکند، آشکارا زنا میکند، آشکارا فلان کاری بد را میکند، پس همه گناهانش را گفتن بگیریم، این جایز و درست نمی باشد. فقط همون گناهانش که آشکارا هست انا همون را حق داریم بگوییم، در قسم غیبت نمیدراید. غیر آن در قسم غیبت میدراید. این بود پنجمین حالتی که غیبت کردن جایز و درست می باشد. بعد از این آخرین حالت را می آورد، از سادسو، یعنی ششمین حالت، التعریفو، یعنی برای معرفی کردن هست. معرفی کردن، برای شناسایی کردن. مثلا میگوید فاذا کان الانسان معروفا بلقب، هرگاه انسانی که مشهور و معروف باشد به یک لقب، به یک لقبی که کالاعمشی، به مثل مثلا ضعیف چشم، والاعرج مثلا لنگ، والاصم مثلا کر، والاعمى مثلا کور، والاحول مثلا چشم کج، و غیرهم، و غیر از این دیگر عیبا را داشته باشد. مثلا بعضی انسان هست که لقبایی دارد که مثلا فلانی سگش میگن، فلانی خیرسش میگن، فلانی مثلا شیرش میگن، فلانی کور و لنگ و دزد و خلاصه به یک صفتایی، بگیم به یک لقبهای ناشایسته مشهور شدگی از اون انسان میگوید. میگه در این صورت جاز تعریفهم بذالک، جایز است که شناسایی کنی بنا همون چیزی که اون انسان معروف است. مثلا کج باشد بگیم احول باشد، چشم کج باشد، میتونه بگه که فلانی چشم کج، در این صورت غیبت نمیشه. چرا؟ زیرا که این انسان به همون چشم کجی مشهور است، یا فلانی لنگ، یا فلانی دزد، یا فلانی مثلا یک گناهش بگویی مثلا لنگ، یا که مثلا کر، یا فلانی کور، در این صورت جایز و درست است. چرا؟ زیرا که اون انسان به همین لقب مشهور شده است، به همین لقب مشهور شده است، این در قسم غیبت نمیدراید. و یحرم اطلاقه علی جهت تنقصی، و حرام می باشد به طور کلی گفتن این سخنها علی جهت تنقصی، از جهت تحقیر کردن. یعنی مقصد اون انسان اگر تحقیر کردنش باشد، بگد فلانی مثلا لنگ و کور و کر، یا که مثلا کاج و فلانی دزد و فلانی سگ، و در این صورت اگر که هرچند اون انسان به همون مشهور است، اما به نیت تحقیر کردنش اگر بگوید، در این صورت حرام است، جایز نیست. ببینید نیت چی طور رول اساسی را میبازد. یعنی نیتش اگر که نیک باشد گفتنش جایز و درست است، اگر نیتش نیک نباشد، نیتش تحقیر باشد، در این صورت حرام میباشد. ولو امکن تعریفه بغیر ذلك کان اولا، اگر ممکن باشد شناسایی کردن اون انسان بغیر این صفتهای قبیحه با این لقبها، کان اولا، در این صورت اولاتر و بهتر و افضلتر می باشد که یعنی که به دیگر صفتها اون را معرفی کنیم، اما این صفتها و لقبهای بد را نسبت به اون ندهیم اگر امکانش باشد. اما امکانش نباشد، به نیت شناسایی جایز است، اما به نیت تحقیر حرام و ناجایز و نادرست می باشد. پس این بود 6 حالتی که غیبت کردن جایز و درست و مباح می گشت. امام نووی رحمه الله بعد از این میگه فهذه 6 اسباب، پس میگه این 6 سبب ها ذکرها العلماء، عالم ها میگوید این 6 سبب را ذکر کرده هستند، و اکثرها مجمع علیه، اکثر اینها مورد اتفاق علما قرار گرفته هستند. اکثر اینها مجمع علیه هست، یعنی مورد
درباره جایز بودنش مورد اتفاق علما قرار گرفته که همه علما اجازتش میتین. و دلائلها من الاحادیث صحیحه مشهورتون، و دلائل این میگه از حدیث های صحیح میگه مشهور است. فمن ذالک، پس میگه بعضی از همون دلائل اکنون اولین حدیث این باب رو میارد، حدیث 1530 کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1530 میگوید ان عایشه رضی الله عنها، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است، ان رجلا استأذن علی النبی صلی الله علیه و سلم فقال، هر آینه میگه مرد اجازتی ورود نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسید، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اذنوا له، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اجازتش بدهید برای داخل شدن، برای وارد شدن نزد من. بئس اخو العشیرتی، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که بد آدم در قبیله خودش است، یعنی که پیغمبر گفت اجازتش بدهین، گفت بد آدم در قبیله خودش است. این حدیث متفق علیه است. میگه احتج به البخاری، یعنی استدلال گرفته از همین حدیث را امام بخاری فی جواز غیبت اهل الفسادی، درباره جایز بودن غیبت کردن اهل فساد و اهل ریبی و انسان‌هایی که در شک و در گمراهی هستند و انسان‌های گمراه را غیبت کردن را میگه امام بخاری جایز میدوند موافق ان همین دلیل. یعنی که در این پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون انسان را گفت که بدترین انسان در قبیله اش است، این انسان فاسق و فاجر و بدبخت است. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در بارش گپ زد، یعنی این غیبت نشد، زیرا که انسان فاسق بود. پس امام بخاری رحمه الله از این حدیث دلیل میگیرد که انسان فاسق را یا انسان گمراه را غیبت کردنش جایز و درست می باشد. این بود حدیث 1530 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید در زیر حدیث 1531 کتاب ریاض الصالحین و عنها قالت، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1531 کتاب ریاض الصالحین میگوید و از عایشه رضی الله عنها روایت است همچنین که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من دیننا شیئا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که گمان نمی کنم که فلان و فلان، یعنی فلانی و فلانی بدانند از دین ما چیزی، یعنی دو نفر را بیان کردند و گفتند گمان نمی کنم که همون دو نفر از دین ما چیزی بدانند. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است. قال لیث بن سعد، لیث بن سعد احد روات هذا الحديث، یعنی یکی از راویای این حدیث میگوید هذان الرجلان كانا من المنافقین، یعنی این دو مرد از جمله منافق ها بودند، یعنی منافق که بودند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره اشون گپ زدند و این در قسم غیبت ندر آمد، زیرا که منافق را هم همچنین غیبت کردن جایز و درست می باشد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره این دو کس گپ زد که از دین ما چیز نمیدانند. پس این بود حدیث 1531 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1532 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و این حدیث 1532 را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.